مخاطبین از رسانه پشت فرمان ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زن میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین، ممنون تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه. یه خبری چند ساعتی هستش که در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه بیش از 100 نفر از هنرمندها و افراد معروف و مشهور در حال حاضر ممنوع الخروج شدن یا پاسپورتاشون ضبط شده و البته به یه ورم. چرا به یه ورم؟ هنرمندی که فقط به فکر منافع شخصی خودش باشه نه تنها به یه ور من بلکه به یه سمت کتف مردم هم هست. هنرمندها و سلبریتی هایی که فقط به فکر این هستن که در زمانها و برهای مختلف سوء استفاده بکنن از اون معروفیتی که به دست آوردن و اصلا مردم براشون مهم نیستن. البته یه پرانتزم باید باز بکنم که این وسط یه سری دیگه از آدم‌های معروف و مشهور بودن و یک سری از خواننده ها و فوتبالیست ها و بازیگرا بودن که واقعا اومدن سمت مردم و همیشه هم سمت مردم بودن و از مردم حمایت میکنن. میتونم مثال بزنم مثل علی دایی، مثل وریا غفوری، مثل علی کریمی که این روزها حسابی فعال هستش و کلی هم تهدید میشه و بسیاری دیگه از ورزشکارا، سوشا مکانی دروازه‌بان سابق پرسپولیس و خیلی از ورزشکارای دیگه، توی خواننده هم همینطور، توی بازیگرا هم خیلی از بازیگرا بودن که اومدن سمت مردم و این برای اولین بار در طول این 43 سال گذشته بوده که ما شاهد این بودیم که خیلی از این آدم‌های معروف و مشهور و مردمی اومده بودن سمت مردم و از مردم حمایت کردن. اما یه سری از این سلبریتی‌ها و آدم‌های نون به نرخ روز خور و آدم‌هایی که همیشه سعی میکنن موج سواری بکنن از جریانهای مختلف سیاسی و نمیدونم حاشیه‌ای و چیزهای مختلف هم اومدن از این وضعیت سوء استفاده کردن. هر کدومشون هم که قرار رسید گفت آقا ما ممنوع الخروجیم. یه عده‌شون هم که میگفتن آقا ما داشتیم از فرودگاه خارج میشدیم. حالا من نمیدونم تو این وضعیت، خب شمایی که میگید ما سمت مردمیم فلان میزیم، چه سفری شما دارید از کشور خارج بشید؟ و اومدن گفتن که پاسپورت ما رو گرفتن. نمونهش بهرام رادان که یه ویدیو هم منتشر کرد و البته با واکنش تخم مرغ‌های مردم به شدت مواجه شد و مردم با شدت تمام و فول پاور دایورت کردن این صحبت‌های بهرام رادان رو و گفتن کلا به یه ورمون. خب حالا ممنوع الخروج هم بشی. شما چه کار مثبتی برای مردم انجام دادی که حالا انتظار این رو داری و همچین ویدیوهایی رو منتشر می‌کنی؟ ببینیم این ویدیوشو. سلام به همه مردم شریف کشورم. امروز جمعه 13 آبان 1401 من برای یک سفر چند روزه قرار بودش برم خارج از کشور. در فرودگاهی که قبل از پروازم دو جوون فکر میکنم 20 و چند ساله بودن اومدن و برگه‌ای رو بهم دادن و گفتن که نمیتونی از کشور خارج بشی و باید برای حل کردن مشکلت مراجعه بکنی به یکی از این نهادها. اونا نه کارت شناسایی به من نشون دادن، نه حکم قضایی، نه هیچ. جدا از اینکه حالا چقدر میتونه عدم خروج من از کشور به نفع جریانی در حاکمیت باشه، سامانه‌ای وجود داره به اسم سنا که شما میتونید با مراجعه به اون ببینین که آیا ممنوع خروج هستین یا نه. بعد از این اتفاق من مراجعه کردم و دیدم که هیچ ممنوع خروجی برای من ثبت نشده. گمان خود من اینه که کل این نمایش زایده ذهن همین جوانهایی که بهتون گفتم بوده و باید ببینیم پشت همچین تصمیمی چه تفکری پنهان شده. خیلی خوب، الان من به شما میگم که پشت یک همچین تصمیمی چه تفکراتی واقع شده، چون خیلیشون مغز خودشون هم دارن فشار میارن. گفته بود که اومدن پاسپورت منو توی فرودگاه گرفتن و گفتن برای حل کردن مشکلت بعد بیای. حل کردن مشکلم چطوریه؟ اینا رو برمی‌دارن میبرن توی نهادهای امنیتی، میشونن جلوی خودشون، میگن که ببینید شما باید با ما همکاری بکنید. اگر همکاری بکنید راحت میتونید برید خارج از کشور رو بیایید و فلان بیسان بهمان. همکاری چیه؟ میگن که زمانهای انتخابات و برهای حساس سیاسی شما باید بیاید سمت ما و پست ها و استوریایی که ما میگیم رو بذارید.
و کاندیدایی که مد نظر ما هست رو حمایت بکنید. یه عده با خودشون میگن ببین چرت و پرتا چیه میگی؟ یعنی چی؟ اصلا زمان انتخابات و چیزهای مختلف مثلا میگن بله. دوستانی که حافظه تاریخی ضعیفی دارن براشون یه سری تصاویر رو منتشر میکنم که ببینید که این سلبریتی ها در چه بره هایی اون حل کردن مشکله باعث میشه که ظاهر بشن. ببینید این سلبریتی ها رو. همه ما به خاطر اینکه آقای خاتمی پشت آقای روحانی وایستاده، ما هم پشت آقای روحانی وای میسیم، بهش رأی میدیم، رأی جمع میکنیم و کنارش هستیم. اگر تنها دستاورد دولت آقای روحانی برجام بود، من باز به آقای دکتر روحانی رأی میدادم. تا 1400 با روحانی. دولت تدبیر و امید 4 سال دیگر ما بچه مشهدم، مشهد باید به وطن بله این پشت مشتام هر تا چش کار میکنه شما سلبریتی میگید. برگرده. رأی ما حسن روحانی، زنده باد ایران، زنده باد اعتدال. رأی به آقای روحانی. حالا این مال زمان روحانی ها. من در دولت قبلش ممنوع الکار شدم چون نقد کرده بودم. ممنوع کار شده بودم چون نقد کردم. ببین ممنوع کار شده بودم. خب میاد این خوشرقصی ها رو میکنید که از ممنوع کاری در بیایید دیگه. خب حرفهای ما رو شنیدید و با امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواستهامون میرسیم. بله بازم اصلا این تا دلتون بخواد از این دخیل باشید. تا دلتون بخواد یعنی من تو درصد همینجور بذارم تا صبح میتونم برای شما تصاویر حمایت سلبریتی هایی رو بیارم که در زمانهای مشخص استفاده های مشخص ازشون میشه. البته یه سری از این سلبریتی ها هستن که کلا هنوز در حال حاضر از سرنوشتشون کسی خبر نداره، مثل خانم کتایون ریاحی که الان بیش از 1 ماه هستش که هنوز کسی خبر نداره. البته پست استوری هم من دیدم که از چنگایی میذارن ولی خب گویا ایشون هم بازداشت شده بودن. بسیاری از این افراد هنرمندی که حمایت کردن از مردم و بازداشت شدن هم گفته شدن که در 4 تا از زندان‌های اوین، فشافویه، قرچک و تهران بزرگ منتقلشون کردن. اما این وسط یه سری از سلبریتی ها و آدم های نون به نرخ روزخور و آدم هایی وجود داشتن که اومدن از این اتفاقات موج سواری کردن و اومدن گفتن که مردم ما اومدیم پشت شما و ممنوع کاری و ممنوع فعالیتی و ممنوع خروجی رو به جون خریدیم، یعنی با همین قدرتی که دارم بهتون میگم، و اومدیم سمت شما و میخوایم کشف حجاب بکنیم. مثلا خانم شقایق دهقان، آناهیتا همتی، شبنم فرشادجو، مریم پالیزدار، مریم بوبایی، آبان عسکری، سحر زکریا، خضر معصومی. خداوکیلی این اسامی که برای شما خوندم و به اصطلاح اومدن ویدیوی کشف حجاب خودشون رو در پیجشون منتشر کردن، چند تاشون رو میشناسید؟ خانم کتایون ریاحی هم توش بود، 2-3 تاشون رو نهایت بتونید بشناسید. اینا رو بقال سر کوچه‌شون هم نمیشناسن و اصلا تهیه کننده ها به اینا فیلم نمیدن بازی کنن. اصلا چند سال اصلا فعالیت ندارن توی سینما و تلویزیون و چون فعالیت ندارن میگن بذارید این حرکت رو بزنیم بگیم سمت مردمیم، مردم هم بزن و دمتون گرم چقدر از ما حمایت کردید. به شما بگم که این سلبریتی ها و سلبریتی هایی که میگن ما جز اون اسامی 100 نفر ممنوع خروجی و ممنوع فعالیت هستیم، ما شما اصلا کسی تحویل نمیگیره، اصلا کسی بهتون فیلم نمیده بازی بکنید. تا قبلش هم که ورودتون به سینما که مشخص بوده صنعت پر رونق سینما ایران طبق اعتراف خودتون معلوم بوده داخلش چه اتفاقاتی بکنی بوده. یعنی اگه با تهیه کننده و کارگردان نبودید که اونجا بهتون فیلم سریال نمیدادن. خود اعتراف خودتونه، کمپین میتوی خودتون هم این حرف زده بوده دیگه. نمیتونیدم بندازید تو پاچه من بگید همین فرین تو داری تهمت میزنی. حرف خودتونه که سینمای ایران 90%ش فاسده. بعد از اون طرف اینایی که بقال سر کوچه هم دیگه اینا رو یادشون نمیاد و اصلا کسی بهشون فیلم نمیده، اومده بودن ما کشف حجاب کردیم و اومدیم سمت مردم. یه عده دیگه شون هم من دیدم دیگه، یه ویدیو دیدم از باربد بابایی بود اگر اشتباه نکنم، بتونم همین الان بهتون نشون بدم. بذارید همین الان لایو به شما نشون میدم. یه ویدیو ازش اومده بوده بیرون، میگه که
نزنید نمیدونم فلان کار. اومده سری من اینجا درتون دست به نقد همینجا دارم نشونتون میدم. این ویدیو رو آقا شما خودتون ببینید، حداقل ناموسن وقتی میخواید گریه هم بکنید. خب بیا الان من از یوتیوب براتون در آوردم اینها. من چجوری حرف بزنم بگم آقا ما اینو میخوایم؟ خب فرصتی ندادیم و میشه این اتفاقی که در خیابان ها داره میفته و فوق العاده ناراحت کننده است، غم انگیزه. تک تک ویدیوهایی که داره میاد بیرون حال آدمو دگرگون میکنه. تا اینجاش درسته. بریم جلوتر. یه جایش هست گریه میخواد بکنه. اومده کشور رو بگیره اونم یه میزنی نداری. به نظرتون داره گریه؟ خدا وکیلی شما مردم قاضی. خب این داره مثلا گریه میکنه. لامصب حداقل میخوای یه همچین کلیپی هم بازی بکنی، برو یکم بازیگری یاد بگیر. خدا وکیلی بین خودمونیم دیگه، دور همیم چند نفر ما داریم ویدیو رو میبینیم. اینو نگاه کنید ببینید واقعا داره گریه میکنه. میزنه گفت پسر منو داری میزنی، تو بچه نداری، تو پدر نداری، تو لگد تو شکم اون پدر داری میزنی. برای چی؟ اون که سلاح دستش نیست، اون که اسرائیلی نیست که، اون که نیومده کشور رو بگیره، اونم یه ایرانیه. یا تو ایرانی نیستی یا واقعا انسان نیستی. مگه میشه حقوقتو داری از جیب مردم و مالیات مردم میگیری بعد مردم میزنی؟ کجای دنیا یه کافر و گبرم این کارو نمیکنه که بهش نون برسوند توف کنه تو صورت مردم؟ نزن آقا، برادر، نمیدونم اصلا اسم تو چی بذارم. حالا حرفاش خوبه، حالا دمش هم گرم، یعنی واقعا خیلی مثبت. ولی خب بابا چرا این فیلم‌ها اینطوری بازی می‌کنی ناموسن؟ نزن برادر من، اینجوری می‌کنه نزن برادر من ناموسن. چون محکم بیا جلو دوربین صحبت بکن. آقا حتما گریه می‌خوای بکنی، می‌خوام بگم مثلا تاثیرگذاری ویدیو بیشتره، بعد سریع هم خب برمیگره به حالت نرمال خودش. میگه کی هستی تو دارید. ما شما بگم که همچین کاراکترهایی رو دارن این سلبریتی ها و سلبریتی های ما و این ممنوع خروجیشون و ممنوع کاری و ممنوع فعالیتی یه سلبریتی هایی که نیومدن سمت مردم و اصلا از مردم حمایت نکردن. مردم هم یه جواب بهشون میدن، میگن به یه ورمون که شما رو ممنوع کار کردن. مگه شما خیری رسوندید به مردم؟ هر جایی که منفعت خودتون بوده، هر جایی که سود خودتون بوده و هر جایی که به نفع خودتون بوده اومدید و یو پیداتون شده توی فضای مجازی. البته یه عده‌شون هم که کلا الان مفقود الاثر شدن، یعنی اصلا ازشون خبر نیست، معلوم نیست مردن، زندن، کجان، خیلیشون نیستن کلا. اونایی هم که بعضیشون هم که کلا فلنگو بستن رفتن، اینا اون اوایل که یه چوس شلوغ شد و اصلا این بگیر یا زیاد نبود رفتن برای خودشون ترکیه و دبی و اشغال که فعلا اونجا دارن جا خوش میکنن و اصلا نیستن تو فضای مجازی. چند روز دیگه هم میان شایعه میکنن که آقا ما وی پی انمون کار نمیکرد، ما پیجمون دستمون نبود، ما اصلا نبودیم و چین و چنان که قضیه رو بشورن و ببرن. اما خوشحالم و هممون خوشحالیم که یه قسمتی از مردم که ناآگاه بودن آگاه شدن و ذات واقعی این سلبریتی ها رو شناختن. 2-3 سال من داشتم داد میزدم آقا تو سینما ایران فساد وجود داره، همه به من توهین میکردن، تهمت میزدن و میگفتن نه دروغ میگی، تا اینکه خودشون اومدن کمپین میتو رو راه انداختن و خودشون اعتراف کردن که در سینمای ایران فساد وجود داره. درست بعد از نامه انجمن سینمای ایران و همچنین نامه قوه قضاییه که نامه زده بود که امین فرین دروغ میگه و باید بازداشت بشه و برگرده به کشور، همون موقع و در همون بره نامه زدن و گفتن که در سینما ایران فساد وجود داره. بعد از اون اومدم افشاگری کردم در خصوص فوتبالیستا، بازم بهم توهین کردن که آقا چرا داری به فوتبالیستا افشاگری میکنی، اونا ورزشکارن. باز هم چهره فوتبالیستای حکومتی رو شد. اومدم افشاگری کردم از بلاگرها. تو این شرایط دیدیم دیگه، یا بلاگرها قصد عادی سازی اتفاقات رو داشتن یا اصلا گم و گور شده بودن و هویت واقعی بلاگرها برای مردم شناخته شد. اومدم افشاگری کردم راجع به خیلی از خواننده‌های لس آنجلسی و خواننده‌هایی که این ور آب بودن. اصلا میگفتن آقا شما چرا داری به اسطوره و بت‌های ما توهین می‌کنی؟ باز هم برای مردم اثبات شد که اینها به فکر جیب خودشون بودن و حتی از اعتراضات مردم داشتن سوء استفاده می‌کردن و برنامه‌های کنسرت‌های خودشون رو به اسم برنامه‌های اعتراضی می‌کردن تو پاچه ملت. اگر آدم‌های معترضی بودن میتونستن برنامه‌هاشون رو رایگان برگزار بکنن و باز هم مردم به هویت واقعی این افراد پی بردن.
بعدش اومدم افشاگری کردم از اپوزیسیون های فیکی که به اصطلاح سمت مردم بودن، مثل مسیح النژاد و کسای دیگه که تهش درآمد کاسبن و آدمایی هستن که فقط به فکر جیب خودشون، حتی ویدیوهاشون هم لو رفت که دارن به مردم توهین میکنن. دیگه من نمیدونم باید چه کاری انجام بدم و چقدر باید زمان بگذره که آدم‌ها متوجه بشن که نباید گول این افرادی که در ظاهر آدم‌هایی هستن که فکر میکنن دارن کارهای خیرخواهانه انجام میدن و معروف و مشهور سلبریتی‌ان، اما در باطنشون چه پشت پرده‌های عجیب و غریبی دارن. و هرچند ما هم ادامه میدیم به این روند افشاگری خودمون. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، حتما برامون نظر بذارید و کامنت خودتون رو بنویسید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه